Abbas Erenali. Yaklaşık bir alacak. Abbas هم همدیاری ما هستند. گر بر سر نفس خود امیدی مردی، بر کار و کار ار نکته نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دستی فتاده بگیری مردی. با کمال ممنونیت خیلی شادم که امیدجان عزیز ما مهمان این محفل آباد و زیبا یک کانالی امید ویدیو تهیه نمودند که برای معرفی کردن تاجیکستان کمزمین، تاجیکستان آفتابرویه و کوهسار و منبع آبهای شفابخش، یعنی منظره های دلکش و دلنشین، جایهای تاریخی دارد. برای همه معرفی کردن امروز مهمان ما شدند و از زبان عباس جان ما اینجا سرودهای نو میشنویم. مرحبا مهمان عزیز. یک سرود از نام عباس جان همه در جای ما میشنیم. سرود کلاسیکی زندگی آخر به گورم میبرد. گلی لاله سحر با شبنمش خوب، حیات آدمی با شادی و غمش خوب. بگذار همیشه شادی های عالم نصیب هر یکی شما و خادمان این درگاه باشد. برای عباس جانم روزگاری آباد، سری بلند، زبانی گیرا تمنا میکنم. خوش آمده. رحمت شما باد. سلامت باشید. باز میخونم بعد رو باید بس توی اونو بگذارم. Hey!
Artuş, ya vur Artuş. Ya Artuş ben buram Artuş ya valla. Şirin koşamaz o doğranı. Çok
عباس جان چون هوای تازه چقدر که هوای تازه نفس میکشیم همیشه آوازتان فارغ و دوباره باشد. دوستای عزیز ما با اکای عباس از توی برگشتیم. همینجا یک مردم سربلند ارتوش هستند. دهه ارتوش نام یک دهه است در وادی زرافشان. من اولا فکر میکنم که همین دهه ارتوش یکی از دهه هایی که هست که معرفگری وادی زرافشان از زیرا در اونجا تورباز است. اساساً مهمانای خارجی توریستان سیاحان خارجی گویم یک قسمی کلانش تاجیکستان رو با همین نام دهه ارتوش میشناسد. ما حتما وعده میکنیم که با کوههای سر به افلاک کشیده ارتوش تشریف خواهیم آورد. اکای عباس رو دعوت کردم، ما در اون توی اشتراک کردیم. بغیر از همون حق خدمت هایی که دادن باز در اونجا به نهایت یک قدردانی های خوب کردن. ما رو رفته و آوردن برده میگذارن. با همین ما با اکای عباس به نهایت خرسند هستیم که ما رو مردم دستگیری دارن. من از مردمی سربلند دهه ارتوش به نهایت میندور هستم. به نهایت یک مردمی هستند که خوندار و با آر و با ناموس باور کنید. من این چیزها رو برای محبت نمیگویم. اکای عباس من فکر میکنم خرسند هستید. البته دیوار چاق وقت خوش خرسند. امروز من فکر میکنم شما کار نبریدم بشه نه؟ نه چای کبوتر دام شاید درست گولیش مونیم ورقه نگیریم. گم نیست. انا آخه سرودای نو که تیار کرده تو داخل توی به توی گشتن سر میشه. خدا خانم من وعده میکنم که شما بگی اسکرسه وعده میکنم که همین یا 2 هفته پس و من شما سرودای نو ارزاد کرد پیشکش انا خدا خواهد ان شاء الله هر یک چیز با خواست خداوند بزرگ و مهربان میشود. دوستان عزیز در پناه خدا باشید. ما همون شخصایی که در همین توی اشتراک کردن و ما با نوار گرفتیم دیدید ما رو زنها رو با نوار نگرفتیم. همون شخصانی که رقص کردن ما اجازت پرسیدیم، به اجازت نوار کردن رو دوست ندارم. در پناه خداوندی پاک و مهربان و به آلایش باشید. این کانالی که شما این نوار رو میبینید کانال نوی ما است. میتوانید دستگیری کرده باشید. نوارهای زیاد اکای عباس رو در همین کانال میتوانید تماشا کرده و راحت کنید. کانالی اساسی ما که امید ویدیو است اون رو هم مهمان شده رو فراموش نکنید عزیزان دل. رحمت سلامت باشید. ما خرسند باور کنیم وعده باید باری که میکنم وعده میتیم که همین 2 هفته پس من باید سروده نو کنم برای خلق. مخلصا بسیار شما گوش کنیدتون برادر سروده عباس لیویده. سلامت باشید.